رفتم جنس بگیرم، جای شلوغ بودش، ناچارم با موتور رفتم. بارم سنگین بود. بارو زدم و کشو بستم و حرکت کردم. به چند دقیقه نکشید. داد زد، چند نفر داد زدن آقا شیشه رو ترکوندی. تعجب کردم، دیدم که یا خدا، تو همون لحظه کش موتورم در رفت. سگکی خورده بود شیشه جلوی تیبا، هیچ شیشه رو خورد کرده بود. حالا باز خدا رو شد تو صورت کسی نخورده بود. هیچی، وایسادیم و حساب کتاب و کارشناس و مبلغ هم تو نقد بهش دادم و جمع شد. یکی بهم گفتش که ببین تو میتونستی با موتور بودی میبستی، به بهانه‌ای که وقت بگیری در میرفتی. بهش گفتم که رفیق، سر سفره پدری بزرگ شدیم که براش تو چارتا و این قصه ها براش خیلی مهم بوده. میخوام بگم که ممنون پدرامون باشیم، برامون خیلی زحمت کشیدن و عملکرد ما نسبت تو زندگی خودمون نشون دهنده اون لقمه‌ای که پدر سر سفره گذاشت و ما خوردیم. هر کی پدر داره خدا بهش ببخشه. ممنون پدرامون باشیم و ما هم سعی کنیم لقمه‌ای که میذاریم دهن بچه‌هامون درست باشه که فردا بگن خدا باباتو بیامرزه.